نیروهای حکومت افغانستان در مناطق نزد مرز این کشور با ترکمنستان یک عملیات گسترده نو بر ضد طالبان را راه اندازی نمودند. روز 13 اوگوست نایب پرزیدنت افغانستان عبدالرشید دوستم گفت که در عملیات نظامی در ولایت شمالی فوریاب 24 آشوبگر از جمله خارجیان کشته و 12 کس دیگر به اسارت گرفته شدند. همچنان یک سرباز افغان به هلاکت رسیده و یک نظامی دیگر ارتش این کشور جراحت برداشته است. ماه گذشته آشوبگران بیش از 100 دهه ولایت فریاب و من جمله مرکز این استان شهر میمنه را اشغال کرده بودند. در شهر اسلام آباد پدران و مادران کودکانی که سال گذشته هنگام حمله طالبان در یکی از مکتب‌های پشاور به هلاکت رسیده بودند، جمع آمد اعتراضی تشکیل کردند. آنها طلب دارند که به فرزندانشان بلندترین جایزه حربی که به سربازان فوتیده در جنگ ها تقدیم می گردد داده شود. طلب دیگری آنها این است که حمله بالای مکتب از نقطه نظر حقوقی ارزیابی شود. 2 روز پیش از اعتراض دادگاه نظامی پشت درهای بسته 6 فرد شریک در حمله را به اعدام محکوم کرد. شهر سرایو به میزبانی 21مین فستیوال سینما آماده است. ساکنان پایتخت بوسنیا و هرزگوین امکان خواهند داشت که فیلم‌های کارگردان‌های معروف آمریکا وودی آلن و کارگردان معروف ایرانی جعفر پناهی را تماشا کنند. در این جشنواره 3 فیلم مستند بخشیده به جنگ آخر عصر گذشته در نیم جزیره بالکان نمایش داده خواهد شد که یکی از آن 3 فیلم دیپلمات نام داشته به پایه‌گذاری صلح دایتون یا خود صلح نیم جزیره بالکان فرستاده ایالات متحده آمریکا ریچارد هولبروک بخشیده شده است.